Устод, оё дуруст аст, ки Исмоили Сафавӣ қабри имом Абу Ҳанифаро кофта, устухонҳояшро сӯзонидааст? یکی از فاجعه بارترین چیزی که در زمان شاه اسماعیل صفوی، یعنی که رئیس سلاله صفوی ها صورت گرفته است، این نبش معنی کافتن مرده از قبر بیرون برآوردن است. نبش قبر بزرگان اهل سنت جماعت است. این نه تنها با امام ابو حنیفه این واقعه پیوسته است، بلکه با دیگر بزرگان نیز شده است. مثلا قبر عبدالرحمن جامی، قبر عبدالرحمن جامی میسوزند. همه عبدالرحمن جامی که ما در ادبیات میخونیم. قزلباشا کیا هستند؟ قزلباشا یک قوم بسیار جسور، بسیار شجاعند. قزلباشا برای اگر قوم حازم باشد چقدر پیشرفت حاصل میشود. مردمانی بسیار شجاع، غیور، بسیار مردمانی با ایمان، با جسارت، خداخواه، ولی خداخواه، اسلام پیش برنده. یعنی همین قزلباشایی که اینا تعریف دارد، همینا جنایت در حق مرده ها میکنن. یعنی که اونها تحمل مرده نداشتن، ولی زنده اون طرف هستن. زنده توی نه، مرده تحملش نداشتن. یکی از جنایات فاجعه باری که در دوره شاه اسماعیل صورت گرفت، نبش قبر بزرگان اهل سنت و بیرون آوردن استخوان‌های آنها و سوزاندن آنها بود. قزلباشان آنچنان به گذشتگان کینه داشتند که هنگام استیلای بغداد قبر امام ابو حنیفه را کافتند و آنجا را به حاجتخانه تبدیل دادند. نعمت الله جزائری در کتاب انوار النعمانیه جلد 2 صفحه 282-283 می نویسد: اما کراماتی که در سر قبر امام های چهارگانه‌هایشان ظهور کرده است زیادتر از آن است که حساب کرده شود. بزرگترین کرامات را مردم در قبر ابو حنیفه مشاهده کردند. هنگامی که سلطان بزرگ عباس یکم بغداد را فتح کرد، دستور داد تا قبر ابو حنیفه به حاجتخانه تبدیل داده شود و 2 خچر را وقف کرد و در دروازه بسته ماند تا هر کسی که خواست قضای حاجت کند با اون خچر سوار شده به سوی قبر ابو حنیفه رود و قضای حاجت کند. عباس اونقدر تبلیغ کردن با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده. روز سلطان خادم قبر او را دعوت کرد و پرسید: ابو حنیفه کو به درک واصل شد، چرا این قبر را خدمت میکنی؟ او گفت: در این قبر سگ سیاهی هست که بابای مرحوم شاه اسماعیل هنگام فتح بغداد استخوان‌های ابو حنیفه را برآورد و به جای آن این سگ سیاه را دفن کرد. من خادم آن سگم. بعد از آن نعمت الله جزائری میگوید: راست میگوید، چون شاه اسماعیل این کار را کرده بود. توستری در کتاب مصائب النواسب جلد 1 صفحه 366 گفت: آنچه اسماعیل انار الله برهانه از نبش قبر ابو حنیفه و سوزاندن استخوان‌های او و پراکندن خاکستر آن در شمال و آنجا را به حاجتخانه تبدیل داد، علامت رضاگی الله به این کار بود. تاریخ قبر ابو حنیفه رو خراب کرد، بعد دستور داد 10,000 نفر لشکرش بیان روی این قبر رد بشن و به هر نفری 25 دینار تبریزی حق القدم داد. این که نمیدانید او چه کرده است به ما ربطی ندارد. بنده خود شاه اسماعیل گناهکار نیست، گناهکار شما که نمیدونید او چه کرده. یعنی اینه من از خودم نمیگم، یعنی که از سرچشمه خودی همونا است. این کینه، این بغض نسبت مرده بده. این زنده های چیکار میکرده باشه؟ گفت یک تاریخ نویس میگه که یک تاریخ نویسش خودی همین پیروای اسماعیل صفوی است، میگه که اسماعیل آمد و میگه انسانای زنده به گور انداخت و انسانای مرده از گور بیرون کرد. قزلباش بگیده. ای قزلباش یا نقلی میکنن که مثلا یک کس 2 کس کشته ای تو میگه قزلباش یک کس کشت علاوه زده.